انسان مسلمان در زندگی باید فایده آور باشد و به هر راهی که میتواند به دیگران یاری برساند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: خیر الناس انفعهم للناس. بهترین انسان ها کسی است که فایده او به انسان ها بیشتر میرسد. و در دیگر حدیث ها آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان را گاهی به مانند درخت خرما میگوید و گاهی به مانند درختی که بوی خوب و طعم و لذت خوب دارد. یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما میرساند که مسلمان باید همیشه به دیگران یاری برساند. چنانه که درخت خرما فایده های زیادی دارد، باید مسلمان به مانند همان درخت باشد. یا که درختی که بوی خوب دارد، لذت خوب دارد، مسلمان باید همان گونه باشد. حدیثی داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: اگر قیامت قائم شود و در دست یکی از شما نهالی باشد و فرصت داشته باشد که پیش از اینکه قیامت برپا شود آن نهال را بشیناند، پس باید که آن را بشیناند. حتی در آخرین لحظاتی که دنیا به آخر می رسد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را امر می کند که آبادانی جامعه را نگاه داریم.